یکی از بهترین قصه هایی که حضرت مولوی جنونی رحمت الله علیه در کتاب معدن الحال میاره که میگه آب خواستن یک جوانی از انا شیخ ابوالحسن که حضرت بسیار اولیای زمان بدن، بسیار یک عاشق سرمست بدن. حضرت مولوی جنونی رحمت الله علیه قصه همی جوانی که از حضرت شیخ ابوالحسن آب طلب میکرده بیابان همیره بسیار برشته نظم میدروره. انشاءالله برای ما و شما عبرت است. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز بود شیخ ابوالحسن نام، جوانی را به صحرا دید ناکام، جوانی را به صحرا دید ناکام. عجایب با ملاحه نوجوانی، سلام انداخت با شیخی زمانی. یک روز میگه حضرت شیخ ابوالحسن که عاشقای خدا بسیار به بیابان میرفتن، میگه ناگه یک جوانی را در صحرا در بیابان دید، بسیار جوانی زیبا و نکی سرگردان بود. او جوان هم حضرت دید و سلامش داد. بیگفت شیخ می باید مرا آب، وضو سازم کنم سجده به وهاب، به درگاهی خدا سازم مناجات، بخواهم از خدای خویش و حاجات. گفت شیخ آب داری؟ گفت برای من کمک آب بتی تا اینکه من وضو بگیرم. گفت من وضو بکنم تا اینکه سجده به درگاه پروردگاریم کنم، سجده کنم از پروردگار خویش، حاجات خدا طلب بکنم تا اینکه او حاجت مرا برآورده بکنه. و جوان باز در دوام چی گفتن؟ دیهم از سجده بر ذاتی احد جان، روم مستان خوش با سوی جانا. که وقتی که سرت از سجده میمونم و پروردگار جانی مرا بگیره، در حالت سجده کردن که بسیار با خرسندی و با خوشحالی ما پیش پروردگار خودم برم. نخواهم زندگانی را از این بیش، که شد از داغ مشتاقی دلم ریش. گفت شیخ من دیگه از این زیاد زندگانی را نمیخواهم، دلم بسیار برای پروردگارم، برای جمال او تنگ شده است، میخواهم زودتر جانی مرا قبض کنه و به نزدش برم. حسن گفتش چی دانستی که میری، جوانی و ندیده عمری پیری، جوانی و ندیده عمری پیری. و میگه حضرت حسن، حضرت شیخ ابوالحسن گفت که امو جوانا، ای جوان گفت ای مردان چی میدونی؟ و خیالی گفت پیری را ندیدی، عذاب و مشقت ندیدی؟ گفت چی میدونی از پیری خودت؟ چی میدونی از مردن؟ از این گفتا که لبریز است جامم، که آید بوی وصلش در مشامم. و جوان به حضرت شیخ گفت که شیخ، گفت دیگه من طاقت ندارم، چون که دیگه وجودی او جوان همه عشق الهی، عشق الهی دیگه وجودی او جوان همه پر کرده بود. من دیگه لبریز هستم، کاسه صبر من دیگه شیخ لبریز شده است. بگفتش شیخ که آنجا چشمه هست، برو آنجا تو ای شیدای سرمست. شیخ هم گفت که جوان گفت فلان جا برا، گفت در همون جا گفت یک چشمه هکه عاشق خدا، انا همونجا گفت برا وضوع بگی.
جوان رفته در آن چشمه وضو کرد، نمازی شکر بر درگاهی او کرد. جوان رفت وضو گرفت و نماز شکرانه خواند، به سجده سر نهاده در مناجات، سپاری جانی خود از شوقیان زاد. سرکی خودش میگه در همون سجده موند و جانکش میگه پروردگاری مهربان برگرفت. جانش از بدنش خارج شد. نیگر جان بازی می مستانی او را، نیگر جان بازی مستانی او را، نیگر مشتاقی وصلی جستجو را. حضرت مولوی را میگه ای بنده خدا، میگه بوبی که عاشقای پروردگار چگونه جانبازی میکنن و چگونه مشتاق پروردگاری خیش هستن. بومتکاری محبان جان سپاری، به ذوقی نشأه جان انتظاری. بخور سالک غمی جان روزی مردن، مکن اندیشه نان فکری خوردن. گذاری عمرها گر در خور و خواب، به گرمای قیامت چون کنی تاب. نداری طاقتی یک زخمی سوزن، نمی ترسی چرا از سوز گلخن. ندانستی تو قدری عمری نایاب، به غفلت دادهی به ذکر وهاب. بکن سرعت که شد آخر دم این، بکن سرعت که شد آخر دم این است. غنیمت دم همین فدا زمین است. بخور از سینه ام ای جانین شیر، به دستی خود مزن بر جانی خود تیر. به تو گر پندی جان بخشم اثر کرد، کفی خاکت در این اکسیر زر کرد. عبادت تلخی در معناست شیرین، عبادت تلخ در معناست شیرین. کی گفت الحق مر شهیدین، کی گفت الحق مر آن را شهیدین. ببینیم که عاشقان خدا چگونه ما و شما را به عبادت پروردگار میخوانند، چگونه شعرهای می نویسند که هر یکی ما و شما از شنیدن این اشعار بزرگان با فضل الله تبارک و تعالی ایمانها مستحکم می شود. باید برادرای عزیز همیشه و همیشه در یاد الله باشیم، از زمره صالحان، از زمره ذکر کنندگان باشیم، پیش از آنی که مرگ ما و شما را برادرای عزیز غافل گیر بکنه.